دونه اومدم خواستگاری 2 نفر رو گرفت. جانم بابا جا نداری راه بری توی خونه، نه یه خونه بزرگتر باید بگیری. اصلا هر جور راه میری میخوری به دایی. خدات هم باشه. نمیخوام، از خودم نیست آقا، نمیخوام ببینمه. مهریه‌مون رو بده بریم. فارسی دارم. مهریه‌مون رو بده بریم دیگه. من هر جا برم خواهرم هم با خودم میبرم. بابا آخه جا نیست اصلا تو این خونه بخوام بذارم اینجا وای. خب یه خونه بزرگتر میگرفتیم اگه من ببخشید علی جان. دیگه واقعا تکرار نشه. پولم در همین حد. دیگه تکرار نشه. چیکار کنم؟ قرض می‌کردی، وام می‌گرفتی. یه ذره شما توی این خونه داری زندگی می‌کنی که شما خرج کن. دیگه چی؟ زنش تو بگیری، بچهش باره تو باشه، خرجشو من بدم. اگر میذاری من زن بگیرم بیام تو این خونه زندگی کنم، یه دونه از اتاقا رو بردارم، باز کنار میام. ایشالله برادر زن داشته باشی. من از خدامه برادر زن داشته باشم. برادر زن عین خودت. به قرآن از خدامه. چشاتو واکنی اینجا صورت برادر زن باشه. خیلی قشنگه. میخوای بخوابی هم همینجوری بغلت باشه. مثلا همین شکلی. می‌دونی؟ بعد درازم باشه عین خودت، جا بگیره یعنی. یکی بخر 2 تا ببره دیگه. تو 10 تایی.